ثروتمند مردن ننگ است. اندرو کارنگی. خوش اومدین به خودمونی، جایی که ما راجع به هر چیزی که فکرشو بکنین و ازمون بخواین براتون صحبت میکنیم. امروز رفتیم سراغ ثروتمندترین انسانهای تاریخ. بدون معطلی بریم سر اصل مطلب. شماره 15، جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون که امروز حدود 181 میلیارد دلار ثروت داره. در 1 سالگیش پدر و مادرش از هم طلاق میگیرن و مادرش در 5 سالگی با یه مهاجر کوبایی ازدواج میکنه و اون مهاجر جف رو به فرزند خوندگی میگیره. از دانشگاه با مدرک رشته علوم رایانه و مهندسی برق فارغ التحصیل میشه و بعد از مدتی ایده وبسایت آمازون به ذهنش میرسه و کم کم به امپراتوری عظیمش دست پیدا میکنه. شماره 14، کورنلیوس واندربیلت. اون یه آمریکایی بوده که تو قرن 19 زندگی میکرده. از راه کشتیرانی و خطوط ریلی ثروتی حدود 185 میلیارد دلار رو جمع میکنه. جالبه که در فقر مطلق زاده میشه و در 11 سالگی درس و مشق رو رها میکنه و به همراه پدر ماهیگیرش دل به دریا میزنه. همیشه هم میگفتن اگه زندگیم رو صرف تحصیل میکردم وقتی برای یادگیری چیزای دیگه نداشتم. آدم فوق‌العاده ریسک پذیری بوده و در 16 سالگی مسافرها رو با قایق جابجا میکرده. به خاطر همین بهش لقب کومودور میدن. قایقش رو میفروشه و اپراتور کشتی بخار میشه و تو رودخونه هاتسون مسافربری میکرده. اما به خاطر از میدون به در کردن رقیباش مدتی سفر رو رایگان اعلام میکنه. وقتی جنگ‌های داخلی آمریکا شروع میشه، واندربیلت به خطوط ریلی رو میاره و بعد از جنگ به اوج امپراتوری که ساخته بوده میرسه. شماره 13، آلون روفوس. این فرد فرانسوی در سال 1049 تا سال 1089 میلادی زندگی میکرده و تونسته حدود 194 میلیارد دلار ثروت جمع بکنه. این ثروت رو از راه جنگ و زمینخواری به دست میاره و در زمان غلبه نورماندی ها بر انگلیس سود خوبی کسب میکنه. آلون برادرزاده ویلیام فاتح هم هست که حالا قرار راجبش صحبت بکنیم. اما آلون به خاطر رنگ موهاش که به رنگ آتش بوده لقب آلون موسرخ رو هم میگیره. بیشترین ثروت اندوزیش هم مربوط به نبرد هستینگ برمیگرده که در شکست شاه هارولد نقش مهمی داشته و بعد از پیروزی حدود 1000 کیلومتر مربع زمین که متعلق به همسر این شاه بوده رو برای خودش به غنیمت برمیداره. شماره 12، هنری فورد. این آمریکایی از سال 1862 تا 1947 زندگی کرده. توی خانواده کشاورز متولد میشه و چون کلش بوی قرمه سبزی میداده بیخیال کار کشاورزی میشه و از نوجوانی به تعمیرات ساعت و موتورهای بخار علاقه داشته. در 16 سالگی خونه رو ترک میکنه و به کارخونه تجهیزات ماشینی میره. مدتی بعد هم به کارخونه ادیسون میره و تو سن 26 سالگی توی دیترویت آمریکا یک کارخونه خودروسازی رو راه میندازه ولی نتیجه نمیده و بالاخره توی 16 ژوئن سال 1903 سومین کارخونه اتومبیل سازیش رو راه اندازی میکنه که کارش خیلی میگیره و امپراتوری فورد رو به دنیا و صنعت خودروسازی دیکته میکنه. شماره 11، قذافی، پادشاه لیبی که در شمال آفریقا قرار داره و از سال 1942 تا 2011 زندگی میکرده. از راه مالک زمین بودن و فروش نفت کشور لیبی عملاً استثمارشون کرده مردم رو به ثروت حدود 200 میلیارد دلار میرسه. جالبه که پادشاه قبل از خودش رو هم با کودتا برکنار میکنه و حدود 3 دهه بر لیبی حکمرانی میکنه. اما تو سال 2011 پادشاهیش توسط مردم لیبی سرنگون میشه
اما ثروت رو در خانواده خودش نگه می‌داره. به چه صورت؟ به این صورت که 2 پسر داشته، یکی از پسراشو مثلا صاحب برند کوکاکولا میکنه در داخل کشور لیبی و یکی دیگه از پسراش رو مالک و سهامدار یه قسمتی از سهام باشگاه یوونتوس میکنه. شماره 10، ایلان ماسک. شاید شما هم فکر بکنید که ایلان ماسک ثروتمندترین مرد تاریخ و جهان هم هست، اما اشتباه میکنید. اون حتی در حال حاضر هم ثروتمندترین مرد دنیا نیست، اما حدود 204 میلیارد دلار ثروت داره. اون مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس و تسلا و خیلی از شرکت‌های دیگه هم هست. ایلان تو آفریقای جنوبی به دنیا اومده و در سن 18 سالگی به کانادا رفته و بعد هم به آمریکا مهاجرت میکنه و کم کم شرکت‌های مد نظرش رو به وجود میاره و امپراتوری عظیمش رو تأسیس میکنه که در اپیزودهای بعدی حتما راجع به ایلان ماسک صحبت خواهیم کرد. شماره 9، برنارد آرنو. بازرگان، کارآفرین، سرمایه‌دار، کلکسیونر فرانسوی 74 ساله که در حال حاضر ثروتمندترین مرد جهان به حساب میاد. اون حدود 207 میلیارد دلار سرمایه داره. پدرش کارخونه دار و مالک شرکت ساخت و ساز بوده و بعد از مدتی که دانشگاهش رو تموم میکنه و مدرک رشته عمران رو میگیره، به کارخونهشون وارد میشه و پدرش رو متقاعد میکنه که تمرکز شرکت به معاملات املاک معطوف بشه. بعد از مدتی شرکت دیور رو هم میخره و حالا اتفاقاتی میفته و بعد از مدتی دیگه سهام شرکت LVMH رو به دست میاره که به معنی شرکت کالاهای لوکس فرانسویه که حدوداً 60 تا شرکت تابعه رو شامل میشه. شماره 8، جیکوب فوگر. حدود 221 میلیارد دلار ثروت داشته. تاجر و بانکدار آلمانی که در سال 1459 تا 1525 در آکسبورگ آلمان زندگی می‌کرده. تجارت پارچه در ایتالیا و تجارت طلا، نقره و معادن رو در مجارستان داشته. شماره 7 لیستمون کسی نیست جز ویلیام فاتح. 1028 تا 1087 میلادی زندگی می‌کرده. لقب فاتح به خاطر جنگ‌های زیادیه که در اونها پیروز شده رو مردم بهش دادن. از راه مالکیت زمین ثروتی حدود 209 تا 229.5 میلیارد دلار رو جمع آوری میکنه. در 7 سالگی دوک نورماندی میشه و به خاطر اینکه زندگیش خیلی فراز و نشیب داشته در جنگ‌های زیادی شرکت میکنه، اما کمک‌های پادشاه هنری اول باعث میشه که پادشاهیش سقوط نکنه. گفته میشه بسیار سخنران انگیزشی ماهری بوده و سربازهاش رو خیلی حمایت میکرده و تونسته خاک انگلستان رو به همراه برادرزادش آلون روفوس در نبرد هستینگ به توبره بکشه. شماره 6، میر عثمان علی خانی. این فرد هندی از سال 1886 تا 1967 زندگی می‌کرده و از راه حکمرانی، معدنداری و معدنکاوی حدود 236 میلیارد دلار ثروت جمع آوری می‌کنه. توی سال 1911 به عنوان فرماندار ایالت حیدرآباد بعد از پدرش تاجگذاری می‌کنه. شهرت زیادی رو به خاطر معدنکاوی‌ها برای یافتن الماس در قرن 19 به دست میاره و در زمان زندگیش کمک زیادی به رشد علم، خطوط راه آهن، خطوط هوایی و کم شدن فقر در هندوستان میکرده. در کمال پولداری بعضی وقتا رفتارهای بسیار خسیسوارانه رو هم انجام میداده و ارزون ترین سیگارها رو میکشیده.
او 86 تا زن و حدود 149 تا بچه داشته. شماره 5 نیکولای الکساندروویچ رومانوف یا همون تزار نیکولای دوم روس که از سال 1868 تا 1918 آخرین پادشاه روسیه بوده. از راه استعمار مردمش حدود 300 میلیارد دلار ثروت اندوزی میکنه. در سال 1884 به سلطنت میرسه و بسیار به مردمش سخت میگرفته. برای مردم کشورهای دیگه هم خط و نشون میکشیده و به خاطر اینکه خیلی از مردم رو از دم تیغ گذرونده بهش لقب نیکولای خونین رو هم میدن. در سال 1917 به علت بیورزگی این تزار مجبور میشه سلطنت رو به کمونیست ها واگذار بکنه و توسط بولشویک ها خودش و خانوادهش قل و قم میشه. ثروتش انقدری زیاد بوده که میگن اگر امروز زنده بوده میتونسته 25 بار شهر مسکو روسیه رو خریداری بکنه. شماره 4 اندرو کارنگی. این فرد اسکاتلندی که از سال 1835 تا 1919 زندگی میکرده از راه صنعت فلزات حدود 310 میلیارد دلار ثروت اندوزی میکنه. توی خانواده فقیر به دنیا میاد که حتی نان هم برای خوردن نداشتن. وقتی انقلاب صنعتی اتفاق میفته پدرش مثل خیلی از مردم دیگه بیکار میشه و برای داشتن شغل به کارفرماها التماس میکرده. به همین خاطر اندرو مصمم میشه که وضعیت رو درست بکنه. اولش مشغول کار پادویی میشه، بعد توی اداره تلگراف مشغول رسوندن نامه ها میشه و بعد ترفیع پیدا میکنه و منشی میشه. جنگ های داخلی امریکا شروع میشه و اندرو وارد صنعت فلزات میشه و میاد به جای پلهای چوبی که آسیب دیدن یا قدیمی شدن پلهای فلزی رو جایگزین میکنه و انقدر سرعت کارش زیاد بوده که میزان تولید فلزات کارخونهش از مجموع تولید فلزات سالانه کشور انگلستان بیشتر میشه و بیشتر سرمایه‌ای که به دست آورده بوده رو برای ساخت کتابخونه‌های عمومی و دانشگاه صرف میکنه. شماره 3 جان دیویس راکفلر آمریکایی 1839 تا 1937 تقریباً همون دوره‌ای که اندرو کارنگی هم زندگی میکرده. اما راکفلر از صنعت نفت چیزی حدود 340 میلیارد دلار پول به جیب میزده. از همون بچگی دنبال پول در آوردن بوده و کارهایی مثل پرورش بوقلمون تا فروش شکلات رو انجام میده. در 16 سالگی منشی میشه و درس رو برای همیشه کنار میذاره. جان اولین روزی رو که سر کار رفته تا آخر عمرش جشن میگیره. در سال 1859 دقیقاً همون موقعی که اولین قطرات نفت توی آمریکا کشف شدن شرکتش رو تأسیس میکنه و اوضاع شرکتش انقدری روی روال میفته که بزرگترین تاجر نفت در آمریکای شمالی میشه و گفته میشه حدود 90% از خطوط نفتی رو در اختیار داشته. از جاسوسی، تهدید، قلدری برای رقیباش دریغ نمی کرده و در دادگاهی اون رو محکوم کردن که 500 میلیارد دلار باید خسارت پرداخت بکنه، اما در مقابل ثروت عظیمی که راکفلر داشته ناچیز بوده. بعد از 97 سال زندگی ثروتش رو برای خانواده‌اش میذاره و از این دنیا میره. شماره 2 خانواده روتسچایلد آلمانی حدوداً 350 میلیارد دلار ثروت اندوزی میکنن. مایر پدر این خانواده کار بانکداری رو در قرن 18 آغاز میکنه و این کار کم کم به شغل خانوادگیشون بدل میشه و از همین راه ثروت هنگفتی رو رقم میزنن. نوبتی هم باشه میریم سراغ شماره 1 لیستمون، مانسا موسای اول، حدود 400 میلیارد دلار ثروت. برای اینکه درکی از این 400 میلیارد دلار داشته باشیم
باید بگم که مجموع ثروت 2 نفر اول لیست مجله فوربس تو سال 2024 ثروت داشته. مانسا موسای اول در سال 1280 تا 1337 زندگی میکرده و جالبه که بدونید اولش برادرش به سلطنت نشسته بوده، اما برادرش به یک سفر اکتشافی در اقیانوس اطلس میره و موسی رو جایگزین خودش اعلام میکنه، اما به این علت که هیچ وقت از اون سفر بر نمیگرده، موسی به عنوان پادشاه کشور مالی به سلطنت خودش ادامه میده. نمک و طلا رو تجارت میکرده و به این خاطر که به وفور در مملکتش نمک و طلا پیدا میشده خیلی پولدار میشه. آدم سنگدلی نبوده، به فقیرها کمک زیادی میکرده و به خاطر مسلمان بودنش هر جمعه در یک شهر مسجدی به پا میکرده. اقتصاد نصف جهان رو در اختیار داشته و لقب مانسا یا شاه شاهان رو میگیره. اروپایی ها هم در نقشه و اطلس هاشون امپراتوری اون رو به تصویر میکشن. در سفر معروفش به مکه کاروانی رو همراه خودش میبره که تهش نامعلوم بوده. 1 سال این سفر طول میکشه و هر جا که میرفته تورم رو به اون منطقه وارد میکرده برای اینکه هر کالایی که خریداری میکرده به جای پول طلا به مردم اون منطقه میداده. بعد از اینکه به قاهره وارد میشه و انقدر طلا مصرف میکنه که تخمین میزنن 1.5 میلیارد دلار خسارت رو به همراه داره. قاهره بعد از سفر موسی 10 سال دچار تورم بوده. اما خیلی از شهرها در دور اطراف کشور مالی که اون موقع خیلی پهناور بوده، به این علت که موسی ثروت خیلی زیادی داشته به صورت داوطلبانه به مملکت اون ملحق می شدن. اما پادشاهی موسی زیاد دوام نداشته و بعد از مرگش به علت جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای تمام ثروتش از دست بچه‌هاش میره و امپراتوری که ساخته بود به تاریخ میپیونده. البته در بین این لیست هم حتما افرادی در تاریخ حضور داشتن، اما به این علت که اطلاعات دقیقی از میزان ثروت و دارایی هاشون وجود نداشته نمیتونستیم که در این لیست قرارشون بدیم. از این افراد میتونیم به امپراتورهای روم، فرعونهای مصر، قارون و امثال اینها نام ببریم. اما بعضی از افراد رو هم میتونیم در کنار این لیست قرار بدیم. مثلا مارکوس لیسینیوس کراسوس، یکی از رهبرای مشهور امپراتوری روم که ثروت کلانی رو از کشتار مردم و بردهداری به جیب میزنه و برابر بودجه 1 سال روم ثروت داشته و در جنگ هوران از سورنای ایرانی شکست میخوره و گفته میشه که حتی ارتشش رو هم با ثروت شخصی جمع آوری کرده بوده. در ادامه میتونیم به چنگیزخان مغول هم اشاره بکنیم که حکمران سرزمین‌های پهناور بوده، اما این شخص هیچ وقت ثروتی رو برای خودش نمیخواسته و در یک چادر به قتل میرسه. استالین در مقطعی بر 9.6% تولیدات ناخالص جهان کنترل داشته. شاه اکبر اول، شاه سلسله مغول هند که بر 25% تولیدات ناخالص جهان حکومت می‌کرده. همینطور امپراتور شنزونگ که بر 25 تا 30% تولیدات ناخالص جهان نظارت داشته و در آخر آگوستوس سزار رومی که پیش بینی میشه حدود 4.6 تریلیون دلار ثروت داشته، اما مدرک مهمی برای اثبات این مقدار سرمایه او وجود نداره. رسیدیم به آخر اپیزود. اگه تو هم به اینجور مطالب علاقه داری خوشحال میشم که ما رو
سابسکرایب بکنی و انتقاد، پیشنهاد یا حتی موضوعاتی که دوست داری راجبشون حرف بزنیم رو برامون کامنت بکنی. هر پنجشنبه ساعت 6 عصر منتظر اپیزود بعدی خودمونی باش. تا درودی دیگر، بدرود.